دوستان به چنل فان تایم خوش اومدید. نام این قسمت سلمان خان. قبل از اینکه برم سراغ ویدیو چند سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید و ویدیو لاک کنید و کامنت انگلیسی بذارید تا صحبتمون نریزه. بریم سراغ ویدیو. چیه باز تو زنگ زدی؟ ببخشید کار ضروری داشتم. خب بگو چه کار داری؟ یه بار آدم خلافکار اومدن توی کوچمون، میخوان منو بزنن و پارم کنن. مگه چی کار کردی؟ یه بودم میوه فروشی، میوه بخرم، دیدم یه نفر اومده میوه فروشنده رو میخوره و بهش ظلم میگه. منم با یه لغت شوتش کردم از مغازه بیرون. بعد وقتی داشتم برمیگشتم خونه دیدم یه آدم بیان دنبالم و رفتم تو خونه قایم شدم. سریع خودتو برسون سلمان خان. الان میام چنان ادبشون میکنم که دیگه خودشون هم نشناسن. بترسید و آگاه باشید که سلمان خان آمده است. گفت کدوم هویچی اومده؟ وقتش رسیده که زندگی نامتون رو پاره کنم. تو با خار بچرون. دیگه داری پاتو از گریمت دراستر میکنی. پاتو گریمت هم میکنی. بیا جلو مردک. شما تخمه مرغا بیاید جلو. به من گفتی الان حسابتو میرسم. یا بگی که اومد ابلیس. مادر جان، اینم رفت آفریقا. بیا جلو عینک خوشگله. به من میگن قول بیشاخ و دام. داداش واسه هر کلاتی واسه ما شکلاتی. بیا جلو. بوده کمک تو را میفرستم چین. بگیر کمک. نوبتی هم که باشه نوبت تویه. نمیشه من آروم بزنی؟ چرا داداش؟ فقط اگه یک بار دیگه کار خطایی از تو سر بزنه میفرستمت استرالیا. قامت نباشه. حالا چون از ابهتم کام نشه بیا بندازمت خونت. هرچی بفهمم. 1 2 3 دیدار به قیامت. چکر داداش، همه خوب زدی؟ آره چه جورم. خب دوستان گرامی، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اینکه سابسکرایب فراموش نشه و اگر از این ویدیو خوش اومد یه قلب قرمز کامنت کنید. داداش منم پرتاب کن برم کار دارم. خب دوستان، دوستتون دارم خیلی زیاد، میرم کنار تا باید بیاد. بدرود. داداش پرتاب کن. دوستان اگه کاری داشتید به من سنگ بزنید. بدرود.